بعد یه مدت طولانی که حسابی با کراساورهای چینی زخم شدیم، یه سدان نسبتاً قابل قبول اومده تو بازارمون. آریزو 8 جدیدترین ماشین فونیکسه که امروز تست درایوش برگزار شد و قرار اوایل سال 1403 وارد بازارمون بشه. آریزو 8 از نظر سایزی خب بزرگترین سدان چینیه که داریم تو بازارمون و طراحیش هم میشه گفت قابل قبوله. تو نمای عقب دو تا خروجی اگزوز دوبل داریم که واقعی ان و این نوشته 390 تی نشون میده که با یه ماشینی طرفیم که 390 نیوتنمتر تورک داره. از نظر طراحی هنوز نمیشه بگیم به پختگی ماشین اروپایی رسیده، ولی خب جلب توجه میکنه. یه جلو پنجره خیلی بزرگ داره که ماشین رو عریض‌تر نشون میده و چراغ‌های جلو هم تکنولوژی LED دارن. زیر کاپوت خوشبختانه دیگه خبری از اون همیشگی نیست. یه موتور 2 لیتری توربو جی دی آی داریم که گفتم نزدیک 400 نیوتن متر تورک داره و 254 اسب بخار قدرت تولید میکنه. ماشینه کلا رو خیلی جزئیاتش فکر شده و حتی قاب موتورش ببینید یه پلاستیک فشرده نرم و نسبتاً ضخیمه که خب خیلی خوب صدا رو میگیره. گیربکس ماشین 7 سرعته 2 کلاجه تره و متاسفانه ماشین همچنان دیفرانسیل جلوه. شاید با دیدن این اهرم نگهدارنده کاپوت فکر کنید آریزو 8 خیلی آپشن نداره، ولی خب چینی‌ها تا میتونستن آپشن ریختن توش، ولی خبری از جک کاپوت نیست. داخل کابین آریزو 8 فضای بی‌نقصی داریم، یه جورایی من راحت میتونم پامو دراز کنم و ردیف عقبش هم فضاش بد نیست. فاصله سرم تا سقف رو میبینید چقدر زیاده. از نظر متریال واقعا چری سعی کرده که اون چیزی که میتونه در توانش با این قیمت رو بذاره و به سختی میشه از یه سری از قسمت‌های ماشین ایراد گرفت. برخلاف ترند این روزا صندلی آریزو 8 نسبتاً نرم و راحته، خیلی سفت نیست فومش و روکش چرمی داره. هر دو تا صندلی جلو تنظیمات برقی دارن و برای صندلی راننده 3 تا مموری در نظر گرفتن. آپشن دیگه صندلی‌ها گرمکن و سردکن برای صندلی‌های جلو و تو ردیف عقب هم فقط گرمکن رو داریم. این قطعه که سمت چپ راننده گذاشتن یه خشابیه که 3 تا اسلات خوشبو کننده میشه گذاشت برای سیستم تهویه دوگانه خودکار رو داریم برای ماشین و تو ردیف عقب هم خروجی تهویه رو در نظر گرفتن. داخل مانیتور ماشین تو قسمت وهیکل ستینگز، تو قسمت اسمارت درایوینگ با سیستم های ADAS روبرو میشیم و کوله‌باری از رادارها رو داره. رادار نقطه کور، هشدار عدم حرکت بین خطوط، رادار خطر تصادف جلو و عقب و رادار تابلوخوان، نوربالای اتوماتیک و بجز اینها یه سری دستیار کمکی رانندگی هم تو آریزو 8 داریم. کروز کنترل تطبیقی رو داریم، ترمز اضطراری خودکار رو داریم، سیستم کمکی کنترل خودرو بین خطوط و سیستم رانندگی خودکار داخل ترافیک تو آریزو 8 ارائه شده. 2 تا مانیتور 12.3 اینچی داریم که کرو هست و رو به سمت راننده است، مولتی مدیا، کلاستر کاملا دیجیتاله و یه سری از فانکشن‌های ماشین به صورت کلیدهای لمسی سمت چپ راننده قابل دسترسیه. داخل مانیتور اگر بخوایم سریعتر چیزی رو انتخاب کنیم، از چپ به راست بکشیم، یه سری فانکشن‌ها مثل خاموش و روشن کردن ESP یا نوربالای خودکار قابل انتخابه و این لیست رو هم میشه ادیت کنیم. روی قربیلک فرمون دیکاتش کلیدهای کروز کنترل هوشمند، تعیین فاصله با ماشین جلویی، کلید دستیار صوتی و گرمکن فرمون رو می‌بینیم. روی کنسول میانی یه موس داریم که میشه ولوم سیستم مولتی مدیا رو باهاش تنظیم کرد. یه کلید شورتکات داریم به تنظیمات ماشین، درایو مودی که اکو، اسپورت و نورمال داره و کلید دوربین 360 درجه هم اینجاست. این جلو 2 تا جای موبایل داریم، یه خروجی تایپ C، یه دونه شارژر وایرلس و 2 تا هم کاپ هولدر قرار دادن. داخل کنسول هم کول باکس میشه هم هات باکس، حالا با توجه به دمای سیستم تهویه قابل انتخابه، ترمز پارک برقی و اتو هولد و یه فضای نگهداری لوازم همین زیر در نظر گرفته. آریزو 8 از نظر ایمنی هم تکمیله و خب از معدود سدان هاییه که ایربگ جانبی رو برای ردیف عقب هم گذاشتن. در مجموع ماشین 10 تا ایربگ داره: ایربگ راننده، سرنشین، زانوی راننده و سرنشین، ایربگ های پرده‌ای و جانبی جلو و عقب. سیستم صوتی ماشین هم از همه چینیایی که تا الان داشتیم کاملتره. 12 تا اسپیکر داریم، یه سنتر جلو، یه دونه سابوفر توی صندوق و 4 تا ووفر و توییتر هم داخل درها. دوباره 2 تا میدرنج هم روی
تاقچه عقب داریم. سیستم صوتی ماشین روی درها و اسپیکرها سونی نوشته شده، ولی برند اسپیکرهامون سونی نیست. این سیستم صوتی با کمک و مشاوره سونی توسعه داده شده. یه مورد جالب دیگه طراحی متفاوت دستگیره هاست که پوشش کرومی دارن و خیلی هم با کیفیت، حتی داخلش کروم شده. طراحیش کلاسیک و جذابه، ولی خب این جذابیت باعث میشه اگه بچه عقب بشونی انقدر باهاش بازی کنه که باعث شه خطرناک بشه. آریزوید قراره که اواخر امسال رونمایی رسمیش انجام بشه و بهار 1403 فروشش شروع میشه. قیمتش احتمالاً یه مقدار بالاتر از 2 میلیارده و قراره که با 7 سال یا 200,000 کیلومتر گارانتی فروخته بشه.